ترکیبشون 1-2-2 هر تا تیم با قضاوت مرشاد خالدی با مربیگری فرزاد و یه مربیشون الان در ترکیبشون نیست که بیاد در عکس قرار بگیره. به نام خدا. سلام به بینندگان خوب من و دنبال کنندگان عزیز من. اینها تیم هوادار هستن که میبینید. امیر محمد، فرهاد، مهدی، امیرعلی و محمد در چارچوب تیم هوادار هستن که شاهدیم. اینور منصور، امیر رضا، ارشیاب، محمد رضا و رضا در چارچوب تیم خیبر خرم‌آباد است که میبینید و با قضاوت مرشاد خالدی 12مین بازی تاریخ فوتبال داتی اینور تو باز هم بیرون میره. نمیشه ساعت کرد، نمیشه پاس خوب داد، نمیشه سرزنی عالی داشته باشی در این میدون. اگه میدون خوب تری دیدیم قطعا براتون گزارش میکنیم. منصور میبینی تا کجا آمده، توپ را آورده. منصور یه ضربه خطرناک با پای چپ میزنه و توپ را راهی بیرون میشه. توپ سبز بره بیرون، توپ زرد به جای اون میاد و میارن اون توپ را راضی میارن. یاجی نفر به نفر داخل محوطه پاس او به امیر رضا و باعث میشه که باز هم رای پرتاب بشه. داور مسابقه را میبینی پشت او یه فرصت دیگه، ضربه خطرناک و حالا به بیرون. ضربه دروازه پس برای منصور. امیرعلی حالا این ضربه خطرناک توی دروازه چه خوشحالی میکنن. وای پیرنشو بالا میزنه امیر محمد نسیم هوادار، چه خوشحالی میکنن. آفرین به این تیم. اصابت کار 1-0. بازی روز پنجشنبه و با بارش باران این بازی داشت لغو میشد، ولی هر جوری شد ما این بازی رو بازی کرد. یا ضربه از راه دور به سمت دروازه و در چارچوب نیست و به بیرون میره.